صبح همه همکارا بخیر، همگی خوش آمدید میگیم. میخوایم که مستقیم به اصل موضوع بریم که صرفه‌جویی کنیم در وقت. اداره ملی احصایه و معلومات که قبلا به نام اداره مرکزی احصایه مسمى بود، از سال گذشته به این طرف به نام اداره ملی احصایه و معلومات نامگذاری گردیده. میخواهیم که از مواردی که سال گذشته انجام شده و دستاوردهایی که موجود بوده تعدادش بسیار زیاد است، میخواهیم فشرده به نکات بسیار مهمش اشاره کنم. در صورتی که سوالا موجود بود باز به جزئیات میریم. میخوایم اول در قسمت خود اداره صحبت کنم. ما سال گذشته وقتی که اداره را مورد مطالعه قرار دادیم، همکارای ملی و بین المللی ما خواهششانی بود که اداره پاسخگوی نیازمندی عصر حاضر نیست و اداره باید اصلاح شود. خوشبختانه به همکارای بین المللی ما و همکارای ما در داخل اداره را از نام اداره گرفته تا به آخرین کارش مورد مطالعه و بررسی همه جانبه قرار دادیم که خوشبختانه با مطالعاتی که از ادارات احصایه در دنیا کردیم، اداره را از نظر ساختاری، از نظر تقسیم وظایف، از نظر منابع بشری اصلاح کردیم. نام اداره ملی احصایه و معلومات شد. به می ترتیب ساختار اداره مطابق به ساختار ادارات احصایه کشورهای دیگه آماده شد. تقسیم وظایف بین ریاست‌ها بسیار به شکل واضح صورت گرفت. با تعقیبش ما پروسه ریفرم که امروز هم که امروز شما صحبت میکنم، چون پروسه ریفرم یک پروسه دراز مدت است، ادامه داره، اما یک سلسله کارهای بنیادی که صورت گرفت ای بود که تشکیل اداره ساخته شد، لایحه وظایفش تکمیل شد، در لایحه وظایفش تغییرات آمد و بر علاوه از استخدام رهبری اداره آغاز شد و از طریق پروسه شفاف و از همکاری کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ما شاید یکی از ادارات باشیم که تمام ریاست‌های ولایات ما که 34 ولایت میشه، جمع تمام پستای ریاست مرکزی ما را همیشه از طریق رقابت آزاد به اعلان سپردیم و خوشبختانه یک تعداد زیادش از طریق رقابت آزاد استخدام شده. در قسمت تغییرات ساحه کاری هم در اداره تغییرات رونما شده. قبلا ما در یک ساحه مشخص در بخش احصایه کار میکردیم، اما چون با تغییرات جدیدی که در این عرصه صورت گرفته، ادارات احصایه در دنیا در حالت تغییر است، ما هم به منظور از اینکه از کاروان عقب نبانیم تغییرات گسترده وارد کردیم. اداره ملی احصایه و معلومات 4 وظیفه اساسی حکومت پیش میبره. بخش اول ما بخش احصایه هاست که تمام مسائل مرتبط به احصایه و مربوط به احصایه های رسمی کشور از طریق اداره ملی احصایه و معلومات تنظیم میشه. بخش دوم ما که جدیداً تأسیس شده بخش انسجام معلومات جغرافیایی است که یک بخش جدید است و تمام مسائل مربوط به معلومات جغرافیایی و سیستم‌های GIS مربوط ما میشه. بخش سوم ما بخش سیستم سازی است. شما میفهمین که بدون داشتن سیستم ما به امو اهدافی که در قسمت احصایه و معلومات داریم رسیده نمیتونیم و در قرن 21 بدون داشتن سیستم اصلا معلومات به شکل ورقی و دستی جمع‌آوری و تحلیل به شکل درستش و بسری وقت شده نمیتونه. معاونیت انسجام و انکشاف سیستم‌های معلوماتی ما مسئولیت از این داره که با تمام ادارات دولتی کار کنه از نزدیک که در قسمت سیستم سازی همکار با ایشان باشه تا در سیستم در کارهای روزمره ادارات مشکلش حل کنه. در پهلوی زو معلوماتی که داخل سیستم میشه از اون ما به خاطر
تولید و پخش و نشر اسایای رسمی استفاده کنیم. بخش مهم دیگه که جدیداً با ما ادغام شده بخش ثبت اقوال نفوس است که موضوع مدیریت تابعیت و هویت است که ما در این قسمت خدمات متنوع داریم. یک قسمت بخش تذکرهای ورقی است و قسمت دومش تذکرهای الکترونیکی است. بر علاوه از این ثبت امور خارجی که به افغانستان میآید، ثبت واقعات حیاتی از جمله وظایف ماست که ما در این بخش انجام میدیم. معرفی خلاصه اداره بود. فعالیت های عمده که ما سال گذشته انجام دادیم بعد از ریفورم، اصطلاحات تکنیکی را استفاده میکنیم، ما را ببخشید چون کارهای ما کارهای تکنیکی است. یکی از کارهای بزرگی که ما اولین بار توسط متخصصین افغان انجام دادیم اویی بود که ما سامپلینگ فریم یا چوکات نمونه‌گیری به خاطر اجرای سروی که یک موضوع بسیار مهم و عمده در اجرای سروی هاست، ایره ما تجدید کردیم با استفاده از ظرفیت داخل اداره که ما این چوکات نمونه‌گیری را آماده کردیم و چوکات نمونه‌گیری ملی است که ادارات مختلفی که ضرورت داشته باشند ما در قسمت فراهم نمودن معلومات در مورد چوکات نمونه‌گیری با ایشان همکاری خواهد کردیم. موضوع دیگه که ما سال گذشته ما معمولا نشریه های متعدد داریم که در حدود 43 نشریه سال گذشته به چاپ رسیده که از طریق وبسایت اداره هم قابل دسترس است و به شکل هارد کاپی هم پرینت شده. سنجش تولید ناخالص داخلی به شکل سالانه و ربوار که در اختیار همکارا قرار گرفته. جمع‌آوری معلومات جغرافیایی از ادارات مختلف. معاونیت انسجام معلومات جغرافیایی ما در حدوداً 100 میلیون به ارزش 100 میلیون دلار معلومات جغرافیایی را طی سال گذشته از تمام ادارات جمع‌آوری در یک سیستم مرکزی جابجا و در اختیار تمام استفاده کنندگان از ادارات دولتی قرار داده که این فعالیت از یک طرف از سرمایه‌گذاری موازی جلوگیری میکنه، از طرف دیگه عین معلوماتی را که ما به یک اداره خریداری میکنیم میتونیم که در اختیار ادارات دیگه قرار بدیم. شما در جریان هستین که خریداری تصاویر ماهواره‌ای هزینه بیشتر میخواه و به خاطر خریداری از این وقتی که ما به یک هدف خریداری میکنیم میتونیم که به اهداف مختلف دیگه در ادارات دولتی استفاده کنیم. همین مرکزیتی که معلومات جمع‌آوری کنه بالای از استانداردها و معیارهای بین‌المللی را تطبیق کنه، در یک جای ذخیره شوه و دوباره قابل دسترس شوه به مردم و به ادارات. این طور یک مرجع وجود نداشت که خوشبختانه ایجاد شده و این فعالیت انجام داده. فعلا افغان جیو پورتال که همکارای ما از طریق رسانه‌ها در جریان بودن افتتاح شده و دیتا به ادارات از طریق وب قابل دسترس است. در داخل اداره تطبیق سیستم منابع بشری بر علاوه از او که ما همراه کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی در قسمت ایجاد سیستم همکاری تکنیکی داشتیم، در اداره ملی سایه و معلومات هم ما سیستم منابع بشری به شکل تکمیل تطبیق کردیم. همکاری های تکنیکی که از در قسمت سیستم ها با ادارات دیگه داشتیم، ما شما اپلیکیشن اعلان نتایج کانکور حتما همکارا دیدن و استفاده کردن توسط اداره ما ساخته شده و یک مشکل جدی در سالهای گذشته بود که همیشه وقتی که نتایج کانکور اعلان میشد داوطلبان هم میتونست که به اسرع وقت نتایج خود ببینه. حال بین 3 تا 5 ثانیه هر داوطلب میتونه که نتایج کانکور خود ببینه که سافیر ازی توسط اداره ما دیولپ شده. مطالعات تکنیکی اکثریت سیستم‌های حکومت به شمول سیستم‌هایی که ما در وزارت مالیه داریم، اسیکودا، افمس، سکتاس و ای که قابل نگهداشت است، سرمایه گذاری شوه، اپگرید شوه، اپدیت شوه،
بررسی تکنیکیش سال گذشته انجام دادیم با همکاری وزارت محترم مالیه. موضوع مهم دیگه که سال گذشته ما انتقادا از همکارای ما از رسانه ها هم داشتیم، طرزی که ما سالهای گذشته سروی را انجام میدادیم طوری بود که از ورق و کاغذ استفاده میکردیم. ما سرویرهای ما به ساحات میرفت، معلومات جمع‌آوری میکرد. از یک طرف این وقت گیر بود، از طرف دیگه پرهزینه بود، از طرف دیگه اکثریت اوقات وقتی که دیتا دوباره سافت میشد، معلومات داخل سیستم میشد، دقت معلومات هم پایین می آمد. برای بار اول ما بعد از این سروی های خود با استفاده از سیستم الکترونیکی و با استفاده از تبلت انجام میتیم که سروی هایی که ما امسال پلان داریم ما اپلیکیشن هایش در تبلت دیولپ کردیم و تبلت ها آماده است که بعد از این سروی های ما مستقیم وقتی کسی در ساحه میره از تبلت استفاده میکنه، معلومات جمع‌آوری میشه، معلومات مستقیم به سیستم میره و ما در یک وقت کم میتونیم که تحلیل دقیق از ساحه داشته باشیم و معلومات ارائه کنیم که میتونه زمان سروی، هزینه سروی و همچنان دقت سروی که ما مطمئن میشیم که چون ما در سیستم ها جی پی اس داریم، موقعیتی که ما میخوایم از دیتا جمع‌آوری شود توسط همین تجهیزات تثبیت شده میتونه که یک تغییر و یک انقلاب بزرگ انشالله در جمع‌آوری معلومات در سروی های ما خواهد بود. قابل یادآوری است که انکشاف تطبیق هم از این توسط ظرفیت فعلی اداره شده بدون همکارای بین المللی ما. در قسمت ثبت احوال نفوس ما کمپاین تذکره ورقی در سال گذشته داشتیم که در حدود 4.5 میلیون تذکره ورقی توزیع شد. در قسمت تذکره الکترونیکی ما در حدود 120,000 تذکره الکترونیکی تا فعلا توزیع شده، یک تعدادش در پروسس است. قابل یادآوری است که در قسمت تذکره الکترونیکی یک مقدار مشکلات در سال گذشته موجود بوده. پروسه توزیع تذکره الکترونیکی یک مقدار زمانگیر بوده. ما پروسه را ساده ساختیم که در آینده نزدیک انشالله که کوشش ما خواهد بود که در یک زمان مشخص کسی به خاطر اخذ تذکره مراجعه میکنه، تذکره خود دریافت خواهد کرد. استخدام رؤسا بود که قبلا به اشاره کردم. سال گذشته ما در حدود 98.2% بودجه خود مصرف کردیم. این در حال بود که ما در سال 96 در رده پایین مصرف بودجه قرار داشتیم و در سال 97 در رده بالای مصرف بودجه قرار داشتیم. در حدود 6 تعمیر در مرکز و ولایات برای اعمار داشتیم. ما برای بار اول خواستیم اقدام کردیم که اداره ملی احصایه و معلومات با ساحه اکادمیک وصل کنیم. به منظور از تحقق این هدف ما مرکز آموزش و تحقیقات احصایوی را در همکاری با پانتون کابل ایجاد کردیم. ما سرمایه گذاری کردیم، یک تعمیر آباد کردیم که در آینده نزدیک انشالله افتتاح میشه. تمام معلومات جمع‌آوری شده از سروی ها و راپورایی که ما در جریان سال نشر میکنیم به خاطر تحقیقات بیشتر در اختیار استادا و شاگردای پانتون کابل قرار خواهد گرفت و این مرکز با مراکز دیگه تحقیقات دنیا وصل خواهد بود و از مواد و از رساله و کتاب‌های دیگه مراکز هم استفاده خواهد کرد. سال گذشته ما سیستم محاسبات ملی ما را که از سالهای گذشته بود و باید تجدید میشد تجدید کردیم. این یک فعالیت بسیار بزرگ بود از نظر تکنیکی. آخرین مجلسی که ما مشترکاً با IMF، بانک جهانی و احصایه هند داشتیم تانستیم که سیستم تجدید کنیم و فعلا سیستم محاسبات ملی ما آخرین سیستمی است که در دنیا استفاده میشه که این یک دستاورد بزرگ برای اداره و همچنان برای حکومت افغانستان بود. در قسمت
فقر شما در جریان هستین. بر علاوه که ما نتایج سروی وضعیت زندگی مردم افغانستان در سال 2016 و 17 به نشر رساندیم. بر علاوه از اینکه یک سروی بسیار بزرگ است و در سر تا سر افغانستان اجرا میشه، ما با استفاده از این سروی فقر چندبودی را که هفته‌های پیش ما به نشر رساندیم آماده کردیم. فقر چندبودی یک مدل جدید است که فقر از ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار میده و تصمیم گیرندگان در سطح حکومت کمک میکنه و معلومات میده که ما در کدام قسمت مشکل داریم. که خوشبختانه ما برای بار اول در افغانستان این راپور را به نشر رساندیم و این نشر شد و بر علاوه از اینکه این نشر شد اولین فعالیت است که ما مشترکاً با اداره محترم یونیسف و پانتون آکسفورد مشترکاً انجام دادیم و پروسه مشترک بین اداره و همکارای بین المللی ما انجام شد که هم ظرفیت سازی صورت گرفته و هم راپور نشر شده که برای سالهای بعدی انشالله ما بدون کمک های همکارای بین المللی ما میتونیم که راپور به نشر برسانیم. در قسمت سیستم سازی ما در همکاری نزدیک با وزارت محترم تحصیلات عالی سیستم ثبت معلومات شاگردان را ایجاد کردیم. فعلا در اکثریت پانتونا قابل تطبیق است، معلومات جمع‌آوری میشه، سیستم قابل استفاده است. انشالله که کوشش ما همی خواد بود که این را توسعه بدیم و تا آخر سال تکمیل شود. یکی از مشکلاتی که ما احساس کردیم که معمولا معلومات حکومت از یک دریچه واحد قابل دسترس برای استفاده کنندگان نمی باشه. ما 3 پورتال پلان کردیم که 2 پورتالش در آینده نزدیک کارش تکمیل است، انشالله که افتتاح میشه. یکیش data.gov.af است که تمام معلومات یا مایکرو دیتایی که ما در جریان سروی جمع آوری میکنیم از طریق از این پورتال در اختیار استفاده کننده قرار میدیم. پورتال معلوماتی دیگه ما stat.gov.af است که از این طریق تمام معلومات احصایوی کشور به شکل گرافیک و تکست در اختیار مردم قرار میدیم. پورتال سیومی که کارش بالایش جریان داره شاید یک مقدار وقت بگیره gov.af است که تمام معلومات عمومی حکومت در اختیار مردم قرار میده و پورتال 4 که قبلا ایجاد شده افغان جیو پورتال است که معلومات جغرافیایی در اختیار مردم قرار میده. ما در قسمت تثبیت هویت تیمای تثبیت هویت ما در کشورهای مختلف کار کرد. ما فعلا در ایران تثبیت هویت میکنیم، برای مردم تذکره میدیم. در جرمنی تثبیت هویت میکنیم، پروسه توزیع تذکره ما ادامه داره. در عربستان سعودی و در امارات و بعضی از کشورهای دیگر در پلان است که امسال انشالله او را انجام خواهد دادیم. موضوع مهمه که ما سال گذشته حداقل 1 ربع کار ما را گرفت، همکاری تکنیکی ما با کمیسیون مستقل انتخابات بود که شما در جریان هستین که راه حل استفاده از بایومتریک برای انتخابات از طریق اداره ملی صحه و معلومات آماده، تدارک تجهیزات از طریق اداره شد و در اختیار کمیسیون قرار داده شد. تطبیق و مدیریتش مربوط کمیسیون بود از روز انتخابات، اما تا به آماده کردن سیستم و در اختیار گذاشتنش مربوط ما بود که یک کار که اکثریت هموطنهای ما باور به این نداشت که شاید او زمان اجرا شود که خوشبختانه اجرا شد و در اختیار قرار گرفت. موضوع بسیار زیاد است، میخوایم 2-3 موضوع دیگر را اشاره کنم برای سال آینده. ما برای سال 98 پلان داریم که تمام تذکره‌های ورقی را ثبت بایومتریک کنیم. شما در جریان هستین که ورق تذکره مسئول نیست و امکان جعل و تزویر زیاد امکان داره. یکی از راه حل ها برای کوتاه مدت الا تطبیق
پروسه توزیع الکترونیکی که یک مقدار زمان میگیره، برای کوتاه مدت ما ضرورت داریم که تذکره‌های الکترونیکی، تذکره‌های ورقی به شکل بایومتریک راجستر شود که انشالله هفته 2 یا 3 هفته آینده این پروسه رسما آغاز میشه و تمام تذکره‌های ورقی ثبت بایومتریک میشه و این کمک میکنه که هموطنای ما دیگه از سرگردانی نجات پیدا کنن. اگر به پاسپورت مراجعه میکنن یا به خدمات دیگه، ما سیستم به ادارات مختلف قابل دسترس میسازیم. اینا میتونن که بدون تاییدی سرگردانی دوباره به اداره مراجعه کنن. همزمان با او ما با ریاست پاسپورت کار میکنیم که پروسه تایید تذکره را هماهنگ با توزیع پاسپورت بسازیم، به این معنا که دیگه یک شهروند ما ضرورت نداشته باشه که به خاطر تاییدی روزها را تیر کنه. ما پلان مایی است که مشترکاً با اداره پاسپورت ما یک دفتر مشترک میسازیم که تاییدی تذکره را در نزدیک جایی که پاسپورت توزیع میشه در اختیار مردم قرار بدیم که هیچ کسی سرگردان نشه. این پلان است که انشالله در هفته آینده تطبیق خواهد شد. ما سروی مکاتب و معارف افغانستان پلان داریم برای امسال. ما سروی، وقتی که میگیم سروی بسیار بزرگ است، در 34 ولایت افغانستان تطبیق میشه. سروی بسیار بزرگ است. سروی عاید و مصارف داریم که این هم یک سروی بزرگ است و به سطح ملی است. سروی وضعیت انکشافی افغانستان داریم که یک سروی بزرگ کلان دیگه است. سروی نیروی کار داریم که ما معلومات در مورد مارکت کار و نرخ بیکاری پیدا کنیم. سروی مشارکت زنان و مردان در تصمیم گیری را پلان داریم برای سال 98 که انشاءالله اجرا خواهد کردیم و نشریه هایی که ما در پلان داریم. در قسمت معلومات جغرافیایی پلان مایی است که تمام پروژه های انکشافی دولت بالای یک پلتفرم جابجا میکنیم که تمام ادارات دولتی و استفاده کنندگان به او مراجعه کنه و معلومات در مورد پروژه های انکشافی به شکل گرافیک برشان قابل دسترس باشه و ببینه که کدام پروژه در کجا، در کدام قسمت وجود داره، اکسس به چی لیول است، آیا در اینجا اگر ما میخوایم که یک مکتب بسازیم، آیا در اینجا کدام مکتب قبلا وجود داشته، مکمل در روی نقشه افغانستان مانده میشه. کار تکنیکی از این سال گذشته شروع شده بود، کار تطبیقش انشالله که تا آخر سال تکمیل خواهد شد. پلان مایی است که تمام ساحات و تاسیسات عامل منفعه را بالای از این نقشه بگذاریم و قابل دسترس بسازیم که با وزارت محترم صحت عامه، وزارت محترم معارف، اداره محترم اترا کار آغاز کردیم که ما کورج مخابرات، کورج سکتور صحت و معارف تکمیل کنیم، بعدا میریم به دیگه سکتورها. پلان دیگه مایی است که کمیته ملی هشداردهی قبلی را ایجاد کنیم. قابل یادآوری است که راپورهای اخیری که در مورد سیلاب ها نشر شده، تمام ادارات تحت ریاست اداره ملی احصایه و معلومات راپورها را به نشر رسانده و مواردی را که شما از حوادث طبیعی شاهدش بودین، این مواردی بوده که ما قبلا گزارش از این ارائه کرده بودیم و به اساس از تصامیم گرفته شده بود و برای بار اول ما میخوایم که کمیته ملی هشداردهی قبلی حوادث طبیعی ایجاد کنیم که از قبل ما معلومات ارائه کنیم که در کجا چی حادثه میفته با حقوق پیونده. جمع‌آوری معلومات از ادارات یک مشکل بوده سال گذشته. یک راه حل را که ما پیش گرفتیم، ما مراکز خدمات احصایوی در 20 اداره که زیادترین معلومات داره در مرکز و در 34 ولایت افغانستان مراکز خدمات احصایوی با کمک همکارای بین‌المللی ما ساختیم که با ایجاد از این مراکز ما هم معلومات به اختیار ادارات قرار میدیم و هم در جمع‌آوری معلومات ما را کمک میکنه. اما این راه حل کوتاه مدت بود. ما برای راه حل دراز مدت سر سیستم کار کردیم که سیستم فرمای مشخص از طریق وب قابل دسترس میسازه به ادارات، هم سرعت کار زیاد میکنه، هم هزینه کم و معلومات به اسرع وقت در اختیار ما قرار میده که جمع‌آوری معلومات بعد از این به شکل الکترونیکی از ادارات صورت میگیره. و گپ آخر ما ای که
دیجیتال سازی کتاب‌های اساس تذکره صورت گرفته، اما یک تعداد از کتابایی که در ولایات از سال گذشته به این طرف دوباره یک تعداد اشخاص مراجعه کردن تذکره گرفتن، این کتاب ها هم ما خواستیم به کابل انشالله تکمیل میشه. دیتابیس مکمل الکترونیکی کتاب های اساس تذکره آماده میشه که دیتا انتری ازی شاید بین 1 تا 2 ماه آینده را وقت بگیره که ما با استفاده از این معلومات میتونیم که سرعت کار ما را در توزیع تذکره الکترونیکی، تذکره ورقی و تایید بالا ببریم. ما امرای ریاست پاسپورت به شکل مستقیم در تماس هستیم که چطور میتونیم که به یک نتیجه خوب برسیم. ما میخوایم که بعضی از با وصل سیستم پروسه پاسپورت دیگه هم ساده تر شود که به بحث زیاد ضرورت داره. یک مقدار معلوماتی که برای پاسپورت جمع آوری میشه معلوماتی است که ما قبلا او را در سیستم داریم. ما سر طرح تکنیکی کار میکنیم که از عین معلوماتی که برای تذکره استفاده میشه بدون کم و کاست از همین معلومات برای چاپ پاسپورت هم استفاده شود که هم از نظر دقت و هم از نظر جعل و تزویر این جلوگیری میکنه. کار بالایش جریان داره. ما مستقیم با وزارت داخله و خصوصا ریاست پاسپورت در هماهنگی هستیم. انشالله که در آینده نزدیک شما شاهد امضای تفاهمنامه و وصل شدن سیستم خواهد بودین. تشکر. اساساً وقتی اگر ما از کار، بیکاری، کمکاری و مسائلی که مربوط به بازار کار است بخوایم اطلاع حاصل بکنیم، عمدتاً این از طریق سروی های خانوار به دست میاد. به خاطر اینکه کار تنها در سکتور دولت نه بلکه در اقتصاد بازار در سکتور خصوصی بیشتر ایجاد میشه. اگر ما سهم کار که در سکتور دولت است در مجموع بازار کار ببینیم در حدود 10 الی 12% است، در حالی که مجموعاً اگر کار ما مطالعه بکنیم در بخش‌های دیگه که بیشتر سکتور خصوصی است در اونجا وجود دارد. از این لحاظ تا زمانی که اگر ما بازار کار مطالعه نکنیم و او هم از طریق سروی خانوار ما ارقام دقیق کار، همچنان بیکاری و دیگه شاخصایی که مربوط به بازار کار سرا کرده نمیتونیم که در سال 1395 آخرین سروی که انجام شد برای ما ارقام مکمل در مورد کار و بازار کار را میکنه و سروی دیگه که جناب رئیس عمومی هم به اشاره کردن سروی نیروی کار است که ما امسال در پلان داریم که انشاءالله قریب او را آغاز میکنیم و ارقامش خدمت شما شریک خواهد ساختیم.